یکی از مبلغان نهضتی ها در خارج همین محمد اقبال صدرالدین است که یک برنامه دارد، منبر مهاجر. این برنامه های او باز هم بیرحمانه گمراه کردنی هم ملتان خود است و خلاص. اون مهاجری بیچاره در یک سرزمین بیگانه بیخبر از آن که با یک لایک ماندنش، با یک طرفداری کردنش به این برنامه یا یک سوال جواب کردنش با محمد اقبال صدرالدین دردسری زیادی را پیش راه خودش خواهد دریافت، استفاده میبرد.